اگر دستت رو از خوبم نگیری رویت پچق میشه. گیر گیر. آفرین. نگاه کن چه خیلی خاصی شد. حجت رو هم با آسانه گرفتیم، حتی از بینش خون نآمده است. باید همین خیالم شود. خون ناحق ریختن این کار ما نیست. رفته متینا، باز چرا انتظاری؟ حجت ها تمام. با من ده ببینم چی بود است که برایش اینقدر جان کاهد. از اتینا یگان خبر نیست. نجیب باید که ها نیست نابود میشد. انیق در اینجا یگان گپ هست. بیا با ماشین میشینیم. یکیت میرویم. کمتر مهمانم میشوی. تو را میشناسم. نامت ثابت. نگوی که تو را آگاه نکردم. به سرت بلا میاری، فهمیدی؟ بلای عظیم. آدمانی توی با اجازت من بینم. الو؟ چرا ماشین رو نترکوندی؟ یک واقعه غیر چشم داشت روی داد. چه عقلی اتینا؟ مرا میشنوی؟ اتینا بیکاس تو رو یک چند مدت نمیشنود. تو که هستی؟ ثابت. در یاد آوردی؟ ثابت میرویم میانه. جواب این رو میدی ثابت؟ تو را با دستی خودم سر میزنم. دانسته باش سر ما به صاحب نیست. حالا میبینیم. همتون را یک یافته میکشم. بعد صحبت میکنیم. دختری زیبایت در دستمان است. تو را باز زنگ میزنم. پیشگار حجت را انتظار است. مایلش بیا رفتیم. خانم ها از پیش. لبای نجیب سردار. ما تیاریم. زبین آیدهش در جای بخطر است. یگان کس آمده بود؟ نه، همه جا آرام بود. محاصره کاری خوب نبوده است. این که در آخر از این کار دست باید کشید. فهمیدم. برای آگاه کردن تشکر. نه هیچ گپ نه نجیب سردار. تا وقتی که از دستمان می آید در خدمت هستیم. مرا به کجا میبرید؟ با تو یک چند سوال میدهم. از من هیچ چیز رو نمیفهمید. بیهوده امید نبندید. اینش رو میبینیم. چشمانی رو ببندید. شما چی کار میکنید؟ شد آرام شد. خوش آمدید. حجت را گرفتید؟ گرفتیم جناب. خونده میتوانید؟ با ترکی نوشته شده است. من ترکولوژی خوندم. عثمانی خونده نمیتوانم.
متاسفانه نجیب و زمین را کشته نتوانستیم. برای چی؟ در راه همان سنگ گذاشتند. اتینا را دستگیر کردند. لعنتی ها. برای چی میخندی؟ لطیفه خیلی خنده آور بوده است. چی خیلی لطیفه؟ لطیفه بکتاشی ها. حجتی در دستم بوده و کجاندن ارمنی ها علاقمندی ندارد. در اینجا لطیفه درباره بکتاشی ها است. کسی شما رو خیلی سخت گل زده است. شرمندگی است. با آدمان نغمه بازی میکنند. یک دقیقه آرام شوید. چی خیل آرام شوم پسگار؟ چی خیل؟ باید حجت را میدوزیدید، نتوانستید. عوض کردن خواستید. باز زیبند را با دست خود به آنها دادید. برای چی میخندی یگید؟ یکان چیزی خنده آور است. برای سردار میخندم. انیق این کاری او است. یک متخصص جغ زند و این حجت ها را بیند. خوب سردار. نجیب سردار، این از کجا به عقلتان رسید؟ محترم دادستان، عقلی که دائم رو به سوی صفا دارد چرا باید که به سوی اندوه بنگرد؟ نجیب سردار، با شما چقدر تشکر گوییم کم است. تشکر ما را نجات داد. استغفرالله، ما وظیفه ما را اجرا کردیم. با یاری شما دو کشور با هم دوست می شود. این آدمان کوشش کرده استادند اما بدتر شده استاده است. با اجازت شما رویم. سلامت باشید. رفتیم پسرم. لیکن چند مدت شما را زیر نظارت باید گرفت و شما دو محافظ میگم. تشکر آقای پرکرار. تشکر امک نجیب. نمیارزد؟ انه از تو زیبت خانم درست خوانده است. این حجت با کوچانیدن ارمنی ها یگان علاقه ندارد. در اینجا تنها لطیفه های بکتاشی نوشته شده است. حساب در اینجا با آخر نرسید پسگار. و رفیقان بیرون در خارج کشور بوده هم حساب کتاب میکنید. برای این خطای کردهتون هم دیاسپور ارمنی ها با مشکلات دچار میشود و هم هجوم به دیاسپور ما که زود استفاده میبرید هم مرا در عذاب میمانید. اکنون نمیدونم چرا استفاده برده دولت ترکیه را مجبور میکنید کار کند. اکنون با مشکلات دچار شدنتون رو خوبتر میفهمم. اینقدر بی تجربه بودنتون را شنیده بودم. راست بوده است، یعنی به مانندی نجیب سردار بچه خاندانی کم بغل انادولو به سر شما بر اینها کلاه گذاشته است. اکنون به درونی جوانها در آمده چون انگشترین روز شده نشینید. از حد گذرانده باشد چی میشود پسگار؟ با من هیچ کسی خیلی گپ زده نمیتواند. باید کارتان را درست میکردید. التماس آرام شوید آقای عرب. اگر خواهید به مهمانخانه روید، نمیخواهم بعد از چنین مناسبت پشیمان شویم. التماس. راه گردن جلک میروید.
زود با خودت آدم گیر و به خانه یگید رو. چرا؟ یگید باید فکر کند که ملکه را از خانه ایکت گریزانده است. فهمم. خانه را پریشان میکنی، به یگید زنگ میزنی، ملکه در دستمان است، میگویی زود رو. نگاه کن به سرمان چی ها آمده است. در راه راست میرویم و دیوار بر میخوریم. فهمیدن نمیشود. نمیخواهم که مناسبت خوبمون چنین تمام شود. شخصا با من فرقی ندارد. من از شما رنجیدم. بلکه تفکرتان ضعیف است. یکی از شما رو انتظار است. میروم. حالا با تو وا میخوریم سایه. در روی خط سیاه نامد جای مخصوص دارد. حجت را نگرفته. اتن در دستی کته است. تو برای چی در اینجا هستی پیکاس؟ برای چی آمدی؟ جناب، خطایم را قبول میکنم. البته قبول میکنی. مرا گوش کن پیکاس. یا عقلت را به جایت مان یا من سرت را میگیرم. مرا فهمیدی؟ همش رو روزهای نزدیک درست میکنم جناب. درست میکنی؟ چی را درست میکنی؟ چی مانده است برای درست کردن؟ اگر اتین گپ زند چی؟ اگر بلبل بر این خانه چی کار میکنی؟ از کجا میدانی که کمی بعد آدمانی مرد ایوین به اینجا حمله میکنند پیکاس؟ جناب، اتینا در دست آنها باشد، قرخان در دست ماست. ایکات هنوز خبر ندارد که ما قرخان را میدانیم. درست؟ کارت بالای کارت. سردید گفتم. سردید. گرسنه‌ای؟ از دست شما هیچ چیز نمیخورم. آرام باش. آخر نو شناس شدیم. اولین رفتار بسیار مهم است. شما کیستید؟ من ثابت. اگر خطا نکنم تو هم اتینا. یکی از آن 3 نفری که یگان کار از دستشان نمی آید. این رو وقت نشان می دهد. هیچ کار کردن نمی توانید. با فکر من می توانم. مثال گپ زده حل کرده می توانم. برایتون گپی می گفتگی ندارم. با خانم ها دست برداشتن را عادت ندارم، لیکن لگت هم از جنت برآمده است. اینجا استفاده برده می شود. اینجا بیا. آرام باش. با من نرد. آخه میگویم آرام باش. ایستا با تو میگویم. ایستا پنده دورا. ایستا
آرام شو آرام شو رفت بیا یگید. پیشتر فرصت نبود برای شناس کردن. محترم پیسگار، سردارمان. از دیدارتان شدم. دربارت خیلی شنیدم. یک از دربارت خیلی گپ زد. جناب، یگید به مانند پدرش خیلی مردی وطن دوست است. به مانند پدرش بودن را شبه ندارم. شما او را میشناختید؟ البته پیکاس و من نزدیکان او بودیم. محترم پیسگار، دستی راستی مرد ایوین بود یگید. پدرت پیش از مردنش پرچم را به ما سپاریده بود. باوری دارم اگر حاضر تو را میدید خرسند میشد. وقتش آید ما هم این پرچم را به تو میدهیم. برای وطن جانم را هم دریغ نمیدارم. مانده شده کمی دم گیر. درباره حجت فکر نکن. خطای تو نبود. شما را در خجالت ماندن نمیخواستم. باشد هنوز نو سر کرده. الو سایه، یگید از اینجا برآمد، به سوی خانه می رود. تا آمدن وی ما کارمان را تمام میکنیم. ببخشید گوش کنید. چی میخوری؟ ببخشید با این سراغه چقدر رفتم میتوانم؟ ایستاد شما کی هستید؟ ایستاد سیدت صدای را میشنوی؟ سیدت جواب ده. خدایا برای چی جواب نمیدهد؟ سیدت 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 هست چی؟ اینها را زود نیست کنید. باز در خانه کارمان هست. ساعت هم خیلی دیر شد. ملکه هم بسیار خواطر شد البته. نجیب سردار ما را خیلی باب کرده. لیکن البته قصورش را میبراریم. آفرین سردارم. ساموسا خیلی بامزه است میخوره. حاضر نشان میدهم به تو. باید دیگه فکر کند که یک کته به خانه در آمده است. تو هم خب لعنتی. اکا کودک رو چیکار میکنی؟ توش ایلش اکا چیکار میکنی تو لعنتی؟ پسر یگیت است وی. زود همه رو تیت کن. فکر کنند که یک کته کرده است.
این محافظان کجا باشند؟ در گشاده است. اینجا چه حادثه شده است؟ بیا پسرم، بیا پسرم، شد آرام باش پسرم. پدر در همینجاست، آرام باش. ملکه در کجایی؟ باز همان ها، حیوان ها. در اینجا باش پسرم، من حاضر. ایست بگویم. عروس شونده در دست ماست. شما کیستید؟ لعنتی ها کیستید بگویم؟ دقته، روزنامه را با ما ندی، نامزدت میمورد. داشت کن مرا. اگر یک تاری موی او کم شود همه را میکشم، فهمیدید؟ همه را یک کس نمانده میکشم، فهمیدید؟ حیوان های رزیل، سزای نامردیتان را البته میبینید حرامزاده ها. از کی باز در نزد مرز هستی؟ درباره چی گپ میزنید نمیفهمم. با فکر من خیلی خوب میفهمی. یعنی خبر نداری که مرز جاسوس بودنی تو را میداند؟ پول کرایه اینجا رو کی میدهد؟ خیلی جای زیبا بوده است. غم نخوری. با مانند شما مواد مخدر نمیگذرانی و صاحبکاران را اغوا نمیکنی. نباشد چی کار میکنید؟ آدم ها را گریزانده پول طلب میکنید ها؟ روزنامه میخواهیم. روزنامه مرد ایوه. سردار راست میگفته ای. همراهی گیت یک نفر را گذاشتن گفته بودید کو؟ کی بودنش معلوم شد. حیف. یگید بر این آدم قربان این خیلی آدم شود جان آدم میسوزد. با مانند یگید هزارها جوان را همین خیلی حسی ملی و معنویشون را استفاده کرده پایمال کردند. روزنامه نگاری ارمنی را پراندگی جوان همینطور نبود؟ بله همین خیل بود. متاسفانه فریب کرده به دستش سلاح دادند. یگان علاج که نداشت خودش را نجات دهد، لیکن به تشویقات آنها باور کرد. جنایت کرده فکر کرده است که قهرمان شده وطنش را نجات میدهد. یک قسمشون خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشون چیزی که آمد کردن با بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردن. یک قسمشون خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشون چیزی که آمد کردند. قسمی دیگرشون باشد به دست این بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردند. متاسفانه در این سن سال آدمان جنایتی کرده اشون با وطنشون چی ها می آورد و با بازی های که ها دچار شدنشون را نمی فهمند. انسان برای این بازی ها را فهمیدن باید سالشون کمی گذشته باشه. پیکاس زنگ میزنم. در این وقت جواب ده. لبای پیکاس. قرخان در مسئله حجت یک دیگرگونی شده است. پیشگار عاجلا همه را با مجلس جگر میزند. میلش حاضر می آیم. چیگه؟
پیسگار همه را به مجلس جیغ میزند درباره حجت. پیسگار را میدونم، دیوانه شده است. با اجازه سردارم، من روم. قراخان، با دقت باش. در این وقت جیغ زدنش با خیر نیست. اگر خواهی در اینجا من نرو. که ها باز گفت و شنید کردیم سردار. برای وطن جانمان فدا. از آنها نمیترسم. قراخان با پای خود به سوی اجلش می آید. اگر ملکه در دستشان نمیشد، نمیشد، با دستان خود کلش را میبریدم، پس به مرد ایوین روان میکردم. سردارم یگیت آمده است. یعنی سایه کار را حل کرده است. بیاید. پیکس، آن ناکس را چکل میابیم؟ از کجا میابیم؟ آرام شو یگید، کی را میکوبی؟ کی را میکوبم؟ ای کته را. آرام شو جوان. چی شد؟ ای کته نامزدی مرا ربوده است. با این وزش روزنامه را میخواهد. ملکه را اسیر گرفتن. آنها آدمانی پست. روزنامه چه علاقه دارد؟ در دست توست؟ من هیچ گونه روزنامه ندارم، میفهمید؟ میلش آرام شو، غم نخور. ملکه را با دستان خودشان به ما میدهند. چه خیل؟ یک آدم مهم آنها هم در دست ما هست. خبر نداری به فکرم. بین ما یک آدمشون رو ماندن. قراخان گمشته ایکته بوده است. برای همین هم نجیب سردار همه معلومات ها را میدانست، همینطور نه؟ یعنی وی ناکس خبر میبود. پیکس، این نامرد در کجاست؟ او حالا می آید. گپ همین. از شما التجا میکنم، وی رزیل ناکس را غیر از من هیچ کس نمیکشد. باری اول در توجیکستان عضوانی بهترین گروه حجبی میانی بهترین گروه های حجبی کوخی борбат 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд زنجان یک کاسه و بیار. چی؟ اوچای بیکا وزیکا کایفولو و مستولو арабшо компания так точно. روی محفل аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ваз 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравии қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. خدایا چشم میزنی من در راه است و فکرم.
آرام شو نه اینقدر گریه نکن بیچار جانم. من فکر کردم که مرا انتظاری. چی شد؟ برای چی فاتح در اینجا؟ سری ملکه درد کرده است. یگید برای دارو رفته است. فاتح رو به من موندن. حالا سری ملکه بسیار درد میکند. چی گفتی نجیب؟ یه چیز نه. یک با یگید زنگ زده پرس ملکه چکل شده است. خوب است میگذرد. سردرد نه، این تردد پیش از توی باید باشد. خدایا این چوچک در کجا باشد؟ اگر این خیلی گریه کند خوابی همه رو میپراند. شیطان باید دائم در عذاب باشد. نجیب 2 دقیقه کودک رو دار. وای خوابش برده است. ما در خانه دور میزنیم وی آمده خواب میرود. زنک من همه گفت را میشنوم. از در پیش دراره. تو خانین رسیل. چی شد 1 دقیقه؟ و کجا بودت ملکه را لعنتی ها؟ و کجا؟ جواب ده به من. تو چی ها میگویی؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیکاس این چی میگوید؟ درباره کت گپ میزند. روزنامه رو میخوایی ها؟ انا با تو روزنامه. انا با تو. بگید وی به ما زنده لازم است. چی شد؟ یکان چی نفهمیدم. خرخان مثل که از هیچ چیز خبردار نیستی. بازی نکن. کی بودند را و برای کی کار میکنی میدانیم. اکنون درباره‌تان همه چیز رو میدانم. مرگتان نزدیک شده است. زورتان به اون نمیرسد. به مانندی من 10 ها 100 ها 1000 نفر است. خرخان همه‌اش را مییابم. البته مییابم. ملکه در کجاست؟ مرس خرخان ملکه در کجاست؟ چیزهایی که اصلا نمیدانی. سگی خوی گردن نامزدی یکی را به کجا بردید؟ خانه را چپگردان کرده. در وی خانه کودک 2 ساله‌ای بیگناهی بود. کبزن نباشد من تو را مجبور میکنم رازیل. کبزن میگویم. یگیت سایه یگیت را به بیرون برار. مایلش بیا به بیرون بروی. بیا رو یگیت بیرون برا. بیا رفتیم برا. چه خیلی که فکر میکنی خیلی نیستی. اگر این رزیلان به ملکه به نامزدی من یگان ضرر رسانند بعد میبینم که من چیکار میکنم با آنها. سرده برا. حاضرانو جان حاضرانو جان من تو رو میدانم. تو مرا هر دویمون آدمون کلان سال هستیم. میدونی دلم به دلت محبت بسته است. این خیل شد خاندار شدن شرط شد. این هم به من درد شد. شدونی این خیل باشد بیا با من خاندار شو. این چی خیل اعلان عشق است؟ چی گفتنت رو خودت حتی نمیدانی میندو. این چی خیل تکلیف خاندار شوی است؟ با دیگر دولت نوتا میدهی؟ تکلیف خاندار شوی میکنی؟ یک کف تو میندو کف.
رنا با مانند تو انسانی زیبا به دنیا نامده است. به این هم آمده نمیتواند. خوب دوام ده. لیکن بیا من باز کس چسبید نه. من نمیتوانم این را گفته. اوف خدایا، اوف چقدر کاری مشکل بود است این. توکل به خدا. دادا کجا شد این نکه دو؟ حاضر میآید. باید نان میآورد. 1 ساعت شد نان نیست. با مکتب دیر میکنیم. مادرتان در کجاست؟ در بالا با اپای رهنا لباس عروسی میدوزند. فاتح آوازش نمیبراید؟ خوب است دادا. صبح بخیر. خیلی شکر اکای میندو. شما کجا شده؟ این چی است؟ در مشق بودم سردار. چه مشق؟ امروز میگویم سردار. انگشترین رو هم گرفتم. چیزی که نشود میگویم. کارد را با کرده؟ گوش کن ممدو. باشی راضی شدن را فکر کن. کسی که با این کار داخل می شود 1000 نه 2000 بار پشیمان می شود. برای همین در جوانی حیاتت را نسوزان. گوشت یا قیمه نمیدانم سردارم. از این راه پس گشته نمی شود. از موی سرش میدارم و میگویم یا از من هستی یا از زمین. آفرین به تو جلال عدنگی. و مثل قشلاقی ها حرف میزنی. خدایا توبه. تو چیکار کرده ایستادی؟ تو تکلیف خانه‌دار شوی میکنی یا با جنگ میروی؟ خوب فکر کرد؟ تیارم سردار. رعنا چی؟ وای تیار است؟ آهسته فرا. انا میخی. صبح بخیر. خیر چی خیل؟ خیلی زیبا شده اید. خیلی که فهمیدم رعنا که ها روز سوختانه. سوخت؟ چی سوخت؟ علف مرمره؟ ایستا صبر کن. خری خوجه نسلیدین شدی. آیسته پسرم. با دستت کوها رو چپا کردی. عاشق شده این پسرم؟ میبخشید سردارم میبخشید. عاشقیش ساخته است سردارم. وعده دی که آرام میستی. تو رو میکشایم. براحتی نان میخوری. از نان و قهوه‌تان بیزارم. مایلش خودت میدونی. تکلیف کردیم مجبور نمیکنیم. این دختر دردی سر است. سردار دلتنگ شدید؟ بله خیلی زیق هستم. از وقتی که قراخان با مجلس رفت از یگان خبر نیست. غم نخورید. قراخان کارش رو میداند. بر عوض دختر روزنامه رو میخواهیم؟ بله نباید در دستی وی آدمان باشد. ایستا تا چای ها تیار شدن در اینجا میستی. با من اجازت من روم. رانو جان چای نخورده میروی؟ چی کار بود است ممدو؟ ایستو با کجا؟ با کار. ایستو من هم میروم. یعنی میبرایم. تو رو میبرم. چی لازم جانم خودم میروم. چی میشود که ممدو برد؟ اکای نجیب میگو امروز با شما یگان کار داره؟ امروز اجازت گرفت. با تو کارش بوده است. چی کار بود است ممدو؟ کارهای مایده چایده. سردارم راحت باش. شما روید کنی؟ خیر رفتیم. خوردن را دوام میدیم. خوردن را. جوره جان خواهرم رو نبیار. به این هم عصبیم. چی شد؟ برای چی عصبی؟
هیچ گم نه. مالکه در کجا نمیتابد؟ کمی ناتاب است. من برای گرفتن پسرم فاتح آمدم. مالش جورا جان تو بازدید. چی شد شما با کجا؟ به خدا نمیدونم که با این دیوانه به کجا میروم، لیکن با من بیا بسیار گپ نزن. گفتم که دیوانه. تو بازدید. تو بازدید. چی حال داره الپرین؟ خوش آمدید. سلامت باشه. خوش آمدی یگی. سلامت باشه دفعه اکای نجیبت خوراک میخورد. فاتح هم در بالا خواب است، تو هم در آ. نه تشکر آقا جان. اوه کیها آمدن مرحمت کنن؟ نه سردارم نمیتوانم. من از شما فقط یک خواهش دارم. مرحمت. فاتح میتواند با چند روز دیگر در خانه شما ایستد. خدایا با ملکه چی شده است؟ جانم نفهمیدی؟ پیش از توی جنجال کرده گستند. نه سردارم چهل جنجال. فقط کمی ناتاب است. نشود دنیا همین خیل. زن و شوهر بودن مشکل است. نگاه کن من و هنر 20 سال باز خانه داریم، لیکن جهت مثبت خانه داریم و این باید دیگر باور کردن است. انشالله ما هم از شما سبق میگیریم سردارم. انشالله انشالله انشالله. خیر با من اجازت. اجازت. این سیگنال را در تگ پوست جایگیر کنیم، حتی به تگ زمین رود هم او را میابیم. با مانند این سیگنال باز فکرها را میخواندگی بیارند، کارمان آسانتر میشد. فکرها را خواندن را به من گذار. این کاری من 40 سال باز فکرهای این ملت را میخوانیم. لیکن این را بعد از تلفن ها را گوش کردن میکنید. منم مایدایک. درباره گوش کردن تلفن ها در آخرون عملیات حیران شدم. همه سود را بر ضد حکومت خیزاندن را موفق شدی. محترم پسگار، حکومت تلفن های همه را گوش میکند، فهمیدید؟ دلیل هایت با یک سبب لازم هستند. نقشم را گویم. حکومت سود را با گوش کنی متهم کرد. سر قانون گناه را میبیند گفته همه را به پای خیزاند. همین طور درباره محکم کردن حزب حکومت دعوای نفس سر میکنیم. وای مایدایک وای. در این دولت به مانند تو روانشناس تجربه داری قوی دیگر تولد نمی شود. دادستان های ارکن کاندو چی؟ با آنها هنوز یکان کار نکردیم. بی‌پروا بودن دادستان ها و سود عالی را همه وقت به واسطه خبرها میدانیم. چرا شما میدانید؟ گپی آخر را سود عالی باید میگفت. از حاضر برای کار را ویران کردند بهانه جویی را شروع کردند. همین طور نه آقای منیکیا؟ همین طور سود ارکن کاندو را یک ضربه سخت میزنیم. گپی آخر را در قرار سود به جای سود عالی گفتن. برای قرار سود ارکن کاندو را ویران کردن یک چیزی عالی جناب میبوسیم. در انقره تلفن های آدمان کلان را چند سال باز گوش میکردیم. در کارگاه جنیدسری و خورشید تلفن های آدمان کلان حکومتی را و کسی را که خواستیم گوش کردیم. دیگر تجهیزات را حساب نمی کنم. بار آخر در طرفخانه هنگام گوش کردن قریب جانمان می برآمد. خیریت که ما رادیو، تلویزیون، ژورنالیست ها و وسایل اخبار خصوصی خود را داریم. همه این گناه گوشکنی تلفن ها را با حکومت بار میکنیم. آوازها حقیقت دارد میگوییم. دادوای را با قوت کرده مثل که همش را حکومت کرده رفتار میکنیم. این را تشویقات سیاه میگویم. راضی هستید که سود تلفن ها را گوش میکنن گفته غوغا برداریم. حتی تلفن های حکومت را هم گوش میکنن گویان همایش اعتراضی کنیم. خیلی خوب میشد. روز 28 فوریه
در دعوای کرد خیلی موفق شده بودیم. کای مایده حکیمان 3 سال مسیحای من میشوی. سال 2011 در انتخابات دولتی اقتدار را به دست گرفته اداره کنی حکومت ضعیف را از بیرون میخواهم. فهمیدی؟ خوشش؟ سال 2012 انتخابات رئیس جمهور است. به مانند پروفسور حضرال 1 نفری به وظیفش آماده را میخواهم. سال 2013 در ستاد 1 هیئت نوی فرماندهی میخواهم. این 3 سال به من 30 سال برد میکند. میدانی که یمینیک؟ شما 30 سال این دولت را برد کنید، من هم تاریخ این را نوشته 30 میلیون دلار برد میکنم برای دعوایمان عذابهایی که در زندان خیمانه کشیدم. فکر میکنم در لب بوسفور 1 خانه را از من بالا نمیدانید. انا تمام خبراتون را جایگیر کردم. خوب. خبررسانی جایگیر کرده شده رو چیکار میکنید؟ بعد از عوض کردن از پس شدم مرد ایوین را میابیم. وقتی که یافتیم فهمیدی و فکرم. فهمیدم. قراخان را با هوش میارم. بیدار شو قراخان، بیدار شو، روز شد. بیدار شو. چقدر بزرگه ما؟ بیدار شو. سلام پیکاس. با دادو گرفت آماده هستی؟ آماده هستیم. بسیار خوب. روزنامه رو بیارید، ملیکه رو میگیرید. بعد از 1 ساعت در آبانبور عمرلی. راستی من یک چیزی از همه مهمتر دارم. همینطور؟ چی بوده است؟ گپ بزن. ثابت. قراخان خوب هستی؟ باز ناید. چه خیلی که میبینی بازار هر خیلی است ثابت. بیناموس ها. بعد از 1 ساعت در آبانبور عمرلی وا میخوریم. با فکرم کارهایت به مثل نقشه های کشیده‌ات نشدند. سردار، آنها قراخان را فهمیدند. حس میکردم، میدانستم. بعد از 1 ساعت وا میخوریم. شکر خدا که ملیکه در دستمان است. نباشد او را زنده نمیگذاشتم. ثابت با دقت باش. میتوانم محاصره کنم. آدم ها را با خودت گیر. غم نخورید سردار. وعده میدهم که قراخان را زنده و سلامت به شما میارم. انشاءالله. کارتون تمام شود به نزدم بیا. نامزدی یگیر در دست اون حرامی ها. چی کاری که نکنیم باید خلاص کنیم. اگر لازم شود برای همین میموریم. هوشیار باشید، نمیخواهم خطاگی شود. غم نخور. نامزدت رو خلاص میکنیم. تشکر. چشمت را کشا چشمت را کشا. شد یگید شد. چه خیلی که میبینی این خیلی نیست یگید. سمت را گیر. یگید تو با پیش گذر. مرا گوش کن.
دهان شده باز یک کلمه گفتی تو را به ثابت نمیدی هم فهمیدی؟ رفتیم بابام نرسید رفتیم بابا تروگی راه کرد رفتیم سردی خوش باش راه کرد چیکاره که نمیکنی قراخون رو سلامت بگیری ثابت. او مثل پسرم است. من غم فرزند رو نکشم. انشالله یگان جایش ضرر ندیده او را میارم سردار. برای چی من رو به بالای کوه برآوردی؟ با من این خیلی نگاه نکن. به این هم در زدن نمیتوانم. حالا آرام ایستادم لیکن هر لحظه با مانند ولکان کفیدم میتوانم. خدایا چی گفت شد؟ بابا ولکان کفید. ای بالون کفید. اوف همینش باز نمیرسید. یک کار رو درست کرده نمیتوانی. چرا تو اینقدر ناامیده رو هستی؟ آرام شو حل میکنیم. این کار هر باوری دارم که حل میکنی. اوف کار دارم دیر میمونم. تو نمیفهمی. زودتر بالون رو عوض کن. باید گفتگو کنیم. کنی گپ زن چرا مرا به اینجا آوردی؟ دلپذیر شود گفتم. کنی گپ زن چی گفتنی هستی؟ وگرنه دیر میمونم. حاضر رانا جان من تو رو میدونی من هم تو رو هر دویمون آدمون کلان هستیم. من هم آدمی کلان هستم. گپ زن آخیر تغییر رو نیار. عصبی هستم. میترسم که یگون گپی خط میگویم. خدایا یگون چیز گفتنی هستی یا نه؟ بیا من بالون رو عوض کنم و زودتر از اینجا رویم. ایستا من عوض میکنم. اوف خدا تو با دستگیر خدایا کمکم کن. زبانم رو کشم. به اجازت به خانه ها نمی در آمده. به کودکان و زنان کاردار نمی شده. ما به خانه ندر آمده. این دیگر موضوع است. دفعه گذشته با آسانی خلاص شده. این دفعه خلاص نمی شده. خانم ملیکه را آوردید؟ آها قراخان چی؟ قراخان در همین جا. ملیکه چی حال داری؟ التماس مرا از اینجا بریگید. صبر کن. کم آمده است. صبر کن. تمام شد. آفرین. از دهانت گپی فایده‌ناک نمیبراید لیکن دستانت کاری نکرده میتوانم رفتیم. باز کمی ایستو. یک گپ دارم. ممدو مرا دیوانه نکن. چیزی که گفتنی هستی بگو. با من داد نزن. چی داد میزنی؟ چی شد ممدو؟ خوب هستی؟ خوب نیستم. هیچ خوب نیستم. با امید تکلیف خانه‌دار شوی شیر مادرم رو از بینیم برآوردی. تکلیف خانه‌دار شوی کردنی بودی؟ خرچی نمیتونم. تو رو دوست میدارم. تا آخری عمر زنم شو. یک عائله خوب برپا کنیم. حولی 6 تا کودکمون شود. در حولی بازی کنند. اگر خواهی 11. مالش 4 تا. چیکار کنم؟ کودکا رو دوست میدارم.
رانو گوش کن، تو رو خیلی دوست می‌دارم. حاضر قلبی من رانو گفته میزند. اگر خواهی گوش کن، التماس صمیمی کن. اگر این انگشتانیم رو قبول کنی، از همه خوشبخت‌ترین مرد میشدم. برای تو رو از همه زنی خوشبخت‌ترین کردن از دستم چیزی که باید روزی سنگین کنم. خوب هستی؟ اینها تو را آزار ندادند؟ من خوبم. خیلی مهمانداری خوب کردن خواستیم، لیکن کمی مشکل است. وای همین خیلی است. با آدمان دورایه و خائن مراسا کردن نمیتواند. اگر باری دیگر این کار را تکرار کنید، جایتان را یافته جزایتان را میگیرید. باور کنید، من تا جزای شما را ندهم در این دنیا آرام بودن نمیتوانم. اشتی ناو سر کردیم تا بستی. خوب هستی قراخان؟ بخشش که این خیر شد. سردار خبر داره؟ دارد. ما را انتظار است. فکر نکن این کار بسری هم آماده میتواند. چه خیلی فهمیدن نمیدانم. لباس ها رو دهید. لباس های قراخان را باید عوض کنیم. ساعت، گردن بند، چیزی که داری برار. خبررسان را جای کردنش ممکن است. آنها کیستند یگید؟ رئیسم آقای کوبیلای و عضو شرکت آقای گوکمن. حادثه شده را فهمیده فوراً به کمکمان آمدم. یگید به مانند دادرمان است. او را در این خیل وضعیت تنها گذاشته نمیتوانستیم. سپاسگزارم. همش گذشت ملیکا. تشکر. یگید درباره شما هیچ چیز نگفته بود؟ فرمایلش در این خصوص بد گپ میزنی. سایه تو به کارت رو. من همراه یگید میروم. کی میداند چی میشود. بعد از این احتیاط کنید خانم ملیکا. تشکر. لباس های قراخان را نیز کنید. آفرین ذوق بلند داری. به خدا زیبید. مایلش یعنی همه گویی؟ نه یک فکر میکنم با یک خلاصه بیایم از خود کلانان را پرسیم خانه داشته کاری جدی است. سراسیمه شدن در کار نیست میمدو. گوش کن رانو با من بازی نکن. حاضر خود را با پایان میپرتایم. تو دیوانه هستی میمدو؟ در راه راست از کجا خود را با پایان میپرتایی؟ نباشد با آب میپرتایم. هر شب برایم گریه میکنی. نمدو خوراکی ماهی ها شد گفته. خدایا گپای بیهوده نزن. فکر میکنم گفتم نه نگفتم کو. گوش کن این انگشترین در این انگشت باشد هم از میلیون تنها یک شانس داری. تو این را قبول کن بعد به تو اصلش را میخرم. چی؟ شوخی 2000 لیره دادم. خدای توبه میدونی چی میمدو با این خیلی چیزها شوخی نمیکنند. یا نه پیکی از کوبیلای شاهین، اتینا یعنی ملیکا سایلو، مارس یعنی یگید گوندوزالب، سایه یعنی گوکمن پسن. تلفن هایشان را گوش باید کرد. تلفن دستی خانه کار همش رو باید گوش کنیم محترم دوستان.
نجیب میدانید گوش کردن آنقدر خوب نیست. تلفن گوش کردن 10% کار است. برای من اساس و دلیل ها لازم است. اینها را شما میآورید. شب و روز برای همین کار میکنیم محترم دادستان. غم نخورید. این دولت اینها را آرام نمیگذارد. یکی از مرز اتین و برای معین کردن ارگن کاندو برایتان 6 ماه وقت میدیم. کافی است؟ با کمک خدا 6 ماه کافی است. حتی زیاد است محترم دادستان. خدا نگهبانتان. اگر پیکاس چالاکی نمیکرد قریب میفهمیدن. چی میشود که یک قرارگاه گوشکنی داشته باشیم؟ پیشتر نه تنها وزیر و سروزیر بلکه پرواز کبوترها را میشنیدیم. میشود، چرا نشود؟ یک قرارگاهی گوشکنی میخواهم که همه تلفن های انقره را گوش کرده توانم. در انقره این قرارگاه از جای جنید سری و در کیپر که دوستمون مرکز گوشکنی را اداره میکند بهتر باید شود. سال 2011 اتفاق حزبای ضعیف میخواهم. سال 2012 رئیس جمهوری که از خلق دور باشد. سال 2013 هیئت فرماندهی نو انقلاب را ما همین خیل برد میکنیم. اسد پیکاس را ببینید. خوش آمدید خانم ملیکا. خوش باشید. سلامت باشید. با بچه های اینجا چی شد؟ محویزان را کشتند رسیلان. خانه را تماما تگارو کردند. هیچ از این بلا خلاص نیفتیم. لبه جناب. بله ملیکه رو خلاص کردیم. مایلش تنها از شما یک خواهش دارم. باید با اتنا تنها مانم. شما با یگید زنگ زده میتوانید؟ مایلش تشکر جناب. شکر که سلامت هستی. سردارم ببخشید شما را تشویش دادم. همه جاش رو کفتید؟ تازه است. همه چیزش روی بس کرد. مایلش به خونه در روید. انا در کجا پنهان شده ای مرد؟ فاتح کجاست؟ با پی هنر دادم. نخست به خانه در اومدند. یگان کار کردن نتوانستم. بسته بردند. خیلی ترسیدم. پروا نکن. همه‌اش گذشت. دیگر در آمدن نمیتوانند. به نزدیک جزای همشان را میدهم. با اینجا یک چند متخصص روان میکنم. آمده بینند که مبادا یگان تجهیزات گوشکنی نگذاشتند. بابای یگید سلام. من پیسگار. ببخشید من حاضر. لبای آقا شما را گوش میکنم. این احوال را بینید. از برای تو چی عذاب ها میکشیم. من چی کار کردم؟ روزنامه را گرفته نتوانستم. مرد ایمن را نیافتم. همه این نمیرسید. باز با دست ایکت اسیر شدی. به خاطر تو خرخان را با آنها مجبور شدیم دهیم. یعنی حجت رو من عوض کردم. خدای توبه. به من تهمت میکنن که ناهده برا هستم. مرا گوش کن. حاضر در اینجا تو را میکشم. با یگید چه جواب میدهید؟ تو کردن نتوانستی. لیکن من هم ایکته و هم مرد ایون رو پیدا کردم. بعد از یک چند ساعت نه ایکته میمانه نه مرد ایون. او را باید یگید میکشت. چرا پیسگار از فکرش برگشت؟ پیسگار از تو تماما دست کشید نازنین. چی گفتنی هستید؟ تو را هم از وظیفه کافتن روزنامه و کافتن مرد ایون میگیرم. حتی به نزدیکی یگید رو هم از وظیفهش میگیرم.
شما با این حق ندارید. تو همین خیلی فکر فهمیدم. مایلش. بله فهمیدم. یگیت من باید به کار روم. مایلش آقای کبیدر. گذشته شود خانم ملکه. یگان خبر هست؟ ثابت کرخان را با یک کاروان آورد. تخمین کنید در درونش کی است؟ مردی وین؟ بله. گم نکنی باز. من بچه ها را جمع کرده می آیم. همش را در آنجا با آخر می رسانیم. مرد دیوین را در آنجا گور می کنم. این قدر گپ زدی؟ چی کارت بود؟ چی شد؟ انا ممدوک امروز از کارت موندی. کی جواب میدهی؟ نمیدونم. بعضی ها به بلندی ها پریدن را سر کردند. آپای هنر به شما مژده دارم. اینقدر خورسندی چی شد؟ گوش کنید. انا ممدو با من تکلیف خونه داشته کرد. راست میگویی؟ خدایا چی کار کرد یکی ممدو؟ تمام شدیم تمام. الپرین تو وظیفه‌ات رو تیار کن. قبول کردی؟ چی گفتی؟ چه خیلی زود قبول کنم؟ کمی ناز کنم گفتم. ناز کن. با مردها این هم کم است. انگشترین زیبا بوده است. خوب فکر کنید. لیکن این کار خیر رو به تأخیر نگذارید. من هم همین خیلی فکر میکنم. اپای هنر از پدرم پول گرفته نمیتوانم. روزمو درآمدی خوب ندارد. ممدو هم 3 تنگه معاش میگیرد. خونه کرایه گرفته نمیتوانیم. نمیدونم چیکار میکنم. خدایا چیزایی فکر کردت رابین. اینجا خانه کلان است. در دسترخوان یک طبق زیادتی میگذاریم. خدایا مگر این خیلی میشود اپا؟ به شما سرباری میشویم. مگر خوب نیست؟ همه یک جایه میشویم. امین تا جانی من. بله اکای ممدو همه آید. بله توی میشود. الپرین در داخلم. خوب. به یگیت حقیقت را میگفتم لیکن مرا گوش نکردم. این کار را با من گذار. من با او میگویم. نامادی کار همین که هنوز فکر میکنن که اتینا را از خانه ما گریزانده. فکر نکن سادی. یگیت را بر ضد ما شورانده ایستادند. یعنی برای همین وقتی که را بودن همین ها را پرسید. همین خیلی پیشتر هم شده بود. گناه را با ما با ایکات اعتبار کردن. با یگیت همش را نشان میدن. جاسوس ارکین کندو بودنی نامزدش را باور میکند. حتی ممکن به گروه ما داخل شود. این رادیو را کمی پاس کن. یگیت تو باید به من بعضی چیزا رو فهمونی. کسی که مرا اسیر گرفته بود کیست؟ او را از کجا میشناسی؟ بیا شین در اینجا. بیا. بله به تو باید حقیقت را گویم. تو امروز از تو بعضی چیزها را پنهان میکردم.
بله، برای بخطری تو و کودکمان فاتح. چه ها میگویی؟ یگید مرا میترسانی. فعالیت من در شرکت محافظه ساخته است. چی گفتی یگید؟ من به وطنم، با آینده وطنم خدمت میکنم. وظیفه مخفی، متاسفانه به تو گفته نمیتوانم. همین قدرش را دانی بسنده است ملیکه. این چه خیلی وظیفه است؟ یعنی آقای کوبیلای هم در این کار است. میدونستم که چیزی را از من پنهان میکنی. میدونستم که از من پنهان میکنی، لیکن نمیدونستم که تو این درجه. خواهش میکنم از من در این باره نپرس، التماس. یعنی حیاتم همه وقت در زیر خطر میشود. گوشم در تلفن همه وقت خبری مرگی تو رو انتظار میشوم. همین خیل. بله همین خیل. این را دانستنت خوب است البته، چون که روز خانه‌دار میشوی. اکنون که حقیقت را فهمیدی، با من خانه‌دار شدن را قبول میکنی؟ بچه ها، اول مرد ایون رو میکشید. از اینجا هیچ کس زنده نمیبراید. فهمیدید؟ فهمیدید. دندان به دندان، خون به خون. از اینجا مرده امان میبرد، لیکن مرد ایون زنده نمیبراید. نتیجهش چیزی که نشود. تو رو و فاتح رو خیلی دوست می‌دارم. چی کاری که نکنی همه وقت با تو میشوم. یگانه چیزی که میخواهم تو باید به من باور کنی. وعده میدیم که هیچ وقت یگان کاری خطایی نمیکنم. همش برای وطنمان ملیکه، برای وطنمان. وای، مسئله نکاحمون رو که حل میکنیم؟ در روزهای نزدیک. اگر خواهی رفته پیشکی نکاح میکنیم. جانکم اگر این خیلی میشود؟ البته میشود، خیلی خوب میشود. بعد ماهی اصل شروع میشود. 2 هفته به خارج کشور میرویم، هر دیمان تنها. راست میرویم؟ البته میرویم جانم. فهمیدم. مایلش برای چی این تلفن چیز میکند؟ مایلش شما باز یک بار دیگر نگاه کنید. اکنون فهمیدم. قراخون در درونش خبر رسان گذاشتن. زود اینجا را خالی کنیم. رئیس احتیاط کنید. سلاح ها را گیرید. سردار احتیاط. مردینه بعد از یک چند سال نهایت باز واخ خوردیم. لیکن اکنون تو مرده هستی. از تو و از پیشگار حساب نمیپرسه. نیت مردن ندارم. کس سردار شما مردی بینستید؟ حاضر وقتی این گفت نیست.
اینجا برآمدگاه است. خیلی تون حرکت میکنند. با قفا گردیم چی؟ حالا وقتی ترسیدن نیست. یا ما میمونیم یا اونها. رفتیم زودتر. رفتیم. سردار مهم شما هستید. اول شما از اینجا برای ما در اینجا میمونیم. هرچی که تو تمامان رو کنید. برآمده با ماشین سوار میشویم. رفتیم. صدایشان نمیبراید. مردن با فکرم. در اون جاین. گل اینها برآمدن. فراخان بیا رفتیم. رفتیم. بساز. الو مردیم را کشته نتوانستیم. خیلی با قوت بودن. زورمون نرسید. زود به اینجا بیایید. مایل جناب. خیلی از آنجا زنده برآمدن. چی خیل من نتوانستم. اینطور نگوی. تو از دست چیزی که اومد کردی به وطن خدمت بزرگ کردی. یعنی مرد ایون شما بودید. در دست شما مردن برای من شرف است. مرد ایون. قراخان بیسرم. قراخان بیسرم. قراخان قراخان. خدا رحمتش کند. همدردیم رو قبول کنید سردار. قسم میخورم. خواستم رو میگیرم از آنها. از همه اشون یک با یک جوابش رو میپرسم. این وطن رو از حرام ها تازه میکنیم. با تو وعده میدیم. وعده میدیم. سردار اینجا با جهنم مبادل گردیده است. همه جایها پر از تیر. لیکن نه یک جسد است و نه داغ خونه. هیچ چیز نیست. عجایب. سردارم نگاه کنید چی افتم. سردارم در اینجا چیزی هست. ببینه سردار. همین خیل جزدان را ثابت به من داده بود. یعنی گفتنیت که با آنها علاقه دارد؟ چرا نه؟ سردار
نجیب زنگ میزند. جواب ده البته. سلام آقای ثابت. ما در یک کارونسرای هستیم با بچه ها. این کار به تو علاقمندی دارد. از کجا برآوردی که با ما علاقه دارد؟ من برآوردم. جای حادثه رو کافتکوب کردند، آنها برآوردند. در اینجا یک جزدانی پیدا کردم که به جزدانی که تو به من داده بودی مانند است. حیات عجیب است، همه چیز شده میتواند. یک پرسم گفتم، یگان علاقه دارد؟ پلیس تو هستی، کافته یو؟ کافته میابم، لیکن به دست نمفتی. به قفص محکم میکنم. کار دیگر جورگی دیگر. تو این را باید دانی. تو چی خیلی که خواهی؟ در نزد خانم گردنمان از موی سر بزرگتر است. قد میکنم تو بازی. بیا رفته مکنم. سردار کجا میرویم؟ ما باید دانیم. من در خانه میایستم. اما یگید آنجا رو میداند. یگید مهم نیست. مالش تو بازی. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون شکستگی. مردم چی میگویند؟ همش نقص میشه. خوشی جان ایش چیز. چی گفتنی هستی؟ روزنامه را گرفتن نتوانستم، مرد ایمیل را نیافتم. همه این نمیرسی، باز به دست ایکت اصیل شدی. از اتینا دست کشیدن آسان نیست پیکاس. باز همان روزنامه را گرفته برایت نزنم. ملکه تو چی کار میکنی؟ چی شد با تو؟ کمیزی خستم، برای همین غمگینم. نباشد من رفته فوتو رو میارم. بگذار بچه ها روند، تو برای چی میروی؟ ای بس که به خانه اکای نجیب آدمان بیگانه را فرستیم. بعد 1 ساعت من گشته میآیم. کنی بینم این دفعه به کجا میرود. شد اکنون شد. بی تجربه هایتان به یک تین نمی ارزد. مرا گوش کن پیکاس. من همه چیز دارم لیکن رحم ندارم. نفهمیدیم چی خیل برآمدند. معذرت نیو، به من راه حل را گبزن. تو را بار آخر آگاه میکنم. آبی چشمت را نگاه نمیکنم. نمیگویم که 40 سال باز یک جا کار میکنیم. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. اینجا کجا باشد؟ روز 7 آگوست سال 1982 لوان، یک مکشیان و یک رفیقش از گروه تروریستی اصلا در فرودگاه اسنبوغه انکارا تیرپرانی کردند. در این تیرپرانی از سلاح خودکار و بمب‌ها استفاده برده حمید یحیی جانشین مدیر کل امنیت و 8 آدمان شهید شدند. 72 شهروند زخمی شدند. تا 30 نوامبر 1983 بر ضد گروه اصلا 195 عملیات صورت گرفت که 39 نفر شهید شد. چرا این خیلی شد نمیدانم.
در حقیقت ارمنی ها از روزی که ترک ها به انادولو در آمدند تا امروز با سلجوقیان و عثمانی ها ملتی باوری نگذاشتند. ترک ها انادولو را وقتی که گرفتند ارمنی ها را همان وقت از دست بیزانس ها نجات دادند. در زیر ظلم ارمنی ها هم هیچ وقت عثمانی ها را و ترک ها را در وقت جنگ از پا نزدند. در تاریخ مثال ندارد، لیکن 200 سال اخیر ارمنی ها به خاطر در ساحه طب، تجارت و صنعت فعال بودنشان گروه فرمانده کم شمار را بر ضد ارمنی ها و رومی ها دشمنی پیشه کرده این شهروندان را بر ضد دولت شورانیده. در ترقیات اتحاد این فرماندهی کم شمار داخل شده متاسفانه بر ضد ارمنی ها و رومی ها زهر دشمنانه چکاندند. از دیگر طرف ارمنی ها و رومی ها را بر ضد دولت کردند. اصلا انا همین خیلی فاصله زهر چکانده شده است. اینجا کجاست؟ هگید کجا شد؟ حافظ ما می آید. این آدم از کجا بر آمد؟ در اینجا چه شده ایستاده است؟ حافظ حافظ تو در کجایی؟ حافظ تو آمدی؟ کسی دیگر رو انتظار بودی؟ نه چی شد به تو؟ طبعت خیر است؟ خرسند نیستی؟ کار دنیا همین طور است. بعضا شاد میشوی، بعضا گریه میکنی. همین طور است. میلش خودت میدانی. شرط نیست که حتما گپ زنیم. این دفعه خاموش میستیم.
میدونی چی؟ در این دنیا هیچ چیز اصیل نیست. چه مثلا؟ درباره من چی میدونی؟ یگان چیز، یک غریبی هستم که کاغذ جمع میکنم. گر نباشم چی؟ مجبور میشم که سلاح را به کار برم. حافظ، تو البته بسیار چیزها را میدانی. از ظاهر چقدر آموخته میتوانی. نگاه کن، کائنات هم چیزی میگوید. من اثر حق هستم میگوید. کی دیده میتواند؟ کی شنیده میتواند؟ آدم کم است مگر؟ شاید تو مرا خوبتر شناختن میخواهی. شاید در این خانه تصادفاً واخوردیم. خواهی تصادفی، خواهی تقدیر، اما یکدیگر ما را خوب نشناختیم. بیا خوبتر شناس بشویم. من راستی در اینجا کسی هست؟ کی هست در اونجا؟ در اینجا کی هست؟ کیست در اینجا؟ سگ تو بده حافظ. باز کجا گم شدین حافظ؟ همه گفتنی بوده که تو هم از پی روزنامه هستی. من اگر تو را پیدا کرده حقیقت را آشکار نکنم نامم یگید نباشد. روزنامه رو میگفتید همین طور نه؟ انا به شما روزنامه. تو این رو از کجا یافتی؟ یگید را تعقیب کردم. با محله ستولچه به یک خانه در آمد. از خانه الیفلی؟ بله. وای خانه مرد ایون که ایرکاندو ساخته است. تنها این نه، یکی در اونجا با یک کس بخورد. انا این مرد ایون که یگید را گرفته است. این نمیرسید، یعنی یگید ما را فریب میکند. نه، یگید آدم را حافظ میگوید. با فکر من خبردار نیست که وای مرد ایون است. باوری داری؟ از گپاش همین خیلی فهمیدم. هنوز فرصت داریم که پسر پدر را کشد. فکر میکنم همین خیلی است. من فکر میکنم که اکنون قراریت اینا را سری نو دیده میبراید. اکنون چرا از نظر گذراندنم را تو قرار میدهی؟ من باور نمیکنم که شما این خیلی قرار میبرارید. لیکن البته بعضی ها رو گوش کردنتون ممکن. تو از حد گذراندی. خاموش. از حد نگذرانیدم. برعکس کی بودنم رو به یادتون آوردم. من برای این دعوا جانم رو میدهم. این رو باز یک بار دیگر اثبات کردم. خیلی بی تربیه بوده است. اینقدر بیرو بودنش رو دیدید؟ اگر برای یگید با او احتیاج نمی داشتیم من می دانستم چی کار کنم. شما از این چی فایده می بینید؟ چی گفتن می خواهی؟
مادامی که میخواهید یگید پدرش را کشد، دشمنی را زیاد کردنی هستید. باز چی نقشه داری پیکاس؟ نقل کن کنی؟ چی خیر؟ تاریخ از تکرار شدن عبارت است. به نزدیکی یگید و ملکه خانه‌دار میشوند. یگید زنی پیشترش را هنگام نکاح از دست داده بود. یعنی برای چی تاریخ تکرار نشود؟ یکی از آدمهایمان روزی توی لباس ایکت پوشیده ملکه را کشد. یگید باشد پشت مرد ایوان را میکند. یعنی میخواهی من با ملکه خدا حافظی کنم؟ بله، لیکن فکر نمی کنم که بسیار چیز میخواهم. چه فکر میکنید؟ مادام که برای این دعوا جانم را میدهم گفت، کنی اکنون جانش را دهد. باری اول در توجیکستان узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбар 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания خندین کمون شکرخند سمک جان یک کاسه و بیار. چی؟ اوچای بیکا و زیکا کیفولو و مستولو عربشو компания. Так точно. روی محفل алауддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз $, сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд, соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. фурсат фаро расид. ишқи суман ва меҳроб ошкор мешавад. рӯзгори пурмуҷарои як ҷавони деҳотӣ, табиши қалб, ранҷи модар, интизорат мешам, ҷудоӣ ва дидор, баҳори ишқ ва хазони андӯҳ. арзандатарин роҳ дар филми меҳроб. рӯзҳои наздик ҳам садо пешниҳод мекунад.